آیا ملاقات اولین ما را در خاطر دارید؟ آنگاه کسی نبود و ما به شما کمک رسانیدیم تا که بار اول به رفیقتان زنگ زنید و در طول 5 ثانیه سلام بگویید. این آغاز سفر یک جایه ما بود و از روز اول ما وعده دادیم که همیشه با شما میمانیم. در حیات هر یکی ما لحظه های خاطرمان موجودند و ما همیشه میشتابیم که در خوشبختی خود با نزدیکان و دوستان هم شریک شویم. ما جزء حیات هر روزه شما گردیدیم. صدقاً و صمیمی با شما بودیم، حتی در لحظه های بنیاد عائله. هم در زندگی و هم در کار و فعالیت دقت لازمه و سر وقتی ما نسبت شما قطع نمی گردید. به هر جایی که رفتید ما همراه شما بودیم. حتی در جایهای دشوارگذر ما نمی گذاشتیم که خود را تنها حس کنید. ما اعتماد شما را همیشه قدر میکردیم و میکنیم. شبانه روزی سعی و کوشش می نماییم که همیشه دستگیر شما باشیم. به هر یک قدم گذاشته شما ما جواباً یک چند قدم می گذاشتیم تا که باز هم نزدیکتر شویم. همه سعی و کوشش، دستاورد و موفقیت های ما با شرافت دستگیر شماست و ما این را دائما قدر میکنیم. ما 20 سال با هم هستیم و از هر وقت دیده باز هم نزدیکتر شدیم. تیسل 20 سال با شما. ایام نوروز است در تاجیکستان و واقعا هم نوروز جشن احیای طبیعت یا نوشوی طبیعت هست و پس از 2 سال مشکلات کووید در سراسر دنیا چمپیونات آسیا عاید به دوچرخه سواری در دوشنبه آغاز می گردد یا در حال برگزاری است و هم اکنون یکی دیگر از سبقت های این چمپیونات را با هم دیگر تماشا میکنیم که مسیر آن را از میدان دوستی که این پیام دوستی تاجیکستان به سراسر عالم به خصوص قاره آسیا داده می شود این گونه صورت می گیرد که شما لوحه را در اینجا می بینید. باز هم همان مسیر، یعنی به سمت مهمانخانه بسیار زیبای سیرینه که در این چمپیونات هم برای مهمانان این چمپیونات مکانی استراحت و مکانی بود و باش گردیده است و همچنین از پارک یا باغ احمد دانش که یکی از زیباترین باغ‌های کشور با گل و گلگشت‌های زیبایش که همیشه در بهاران بزم لاله‌ها را برپا می‌کند و همین گونه ورزشگران به سمت محله چارباغ در حرکت می‌شوند، چون مسافت 24 کیلومتر است از منطقه باغ عینی باز نمی‌گردند و از محله چارباغ سپس حرکت می‌شود به سمت قصر یا مجمعه ورزشی آبی و قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی که با شکوه‌ترین ورزشگاه کشورمان محسوب می شود و شاید فرار زد روزی که در آنجا نیز چمپیونات آسیا یا چمپیونات جهان عاید به شناوری و مسابقه‌های تنیس و دیگر مسابقه‌های بین‌المللی را
دایر کنیم و همین طور انجام مسابقه باز هم در میدان دوستی است و ما این رقابت ها را وطن ما را که معرفی میکند از میدان دوستی آغاز میبخشیم و به میدان دوستی هم ختمش میدهیم. همین طور رقابت های چمپیونات آسیا به دوچرخه سواری شاهراه میان مردان جوان است که در مسافه 24 کیلومتر برگزار می شود و این هم اشتراکچیانی که برای ما و شما شماره و رقم های آنها را نیز اینجا نشان میدهند و تعداد اشتراکچیان 8 نفر خواهند بود. رقابت ها یا سبقت ها انفرادی صورت خواهند گرفت و باز هم مدت دار، همون چونه که چند لحظه پیش ما دیدیم که در سبقت های بانوان جوان هم که انفرادی صورت گرفت مدت دار بود، با اینکه ورزشگر بانوی کشوری قزاقستان اولین شده از خط نهایی عبور کرد، اما عنوان قهرمانی نصیب ورزشگری کشوری ازبکستان گردید. همینطور اولین ورزشگر هم در این سبقت های انفرادی آماده رقابت می باشد که آن هم ورزشگر کشوری پاکستان هست. عزیز افنان است که در میان مردان تحت رقم 13 به حرکت در می آید و این صدای هشتکی که شما می شنوید صدای هشتک آماده بودن ورزشگر رو برای آغاز سبقت نشان میدهد و یک صدای هشتک دیگر و پس از شمارش 5 شمارش معکوس 5 ثانیه اولین ورزشگر جوان مرد در سبقت هایی که به مدت زمان وابسته است در حرکت میشن. مدت زمان این است که نابسته از نفر چندم از خط نهایی عبور کردنش وقتی صرف کردنش در 24 کیلومتر در نظر گرفته می شود. خب آماده هستیم و لکه یک سبقت انفرادی میان بانوان به انجام رسید. عنوان قهرمان رو ورزشگران کشور ازبکستان ورزشگر بانوی جوان ازبک به دست آورد انا کوسکووا و در اینجا هم یک ورزشگر بسیار توانایی ازبک حضور دارد البته و همینطور آغاز می شود و ورزشگر کشور پاکستان عزیز افشین هم که او هم خودش صاحب آیدی کارت یا کارت مخصوصی فدراسیون بین المللی دوچرخه سواری را دارد در حرکت می شود. تحت رقم 13 در حرکت هست و پس از 1 دقیقه ورزشگر دیگر سبقت را آغاز می کند و این هم ورزشگر کشور عراق می باشد که اینجا آمادگی می بیند تا چند ثانیه دیگر به حرکت در آید. عبدالله سلیمان وهبی هست یا وهبی هست که قرار است که 3 ثانیه دیگر او هم به حرکت آغاز کند و این ورزشگر کشور عراقی هم به سبقت می پردازد. همگی تا مهمانخانه سیرنا می روند و سپس به سمت محله چارباغ برمیگردند. ورزشگران کشور عراق تا کنون من جایی ندیدم که در روز گذشته نتیجه ای رو به دست آورده باشند. امروز هم بانوی آنها اولین شده در حرکت بود ولی در نهایت زینه سیوم رو گرفت. خب ورزشگر کشور ایران اینجا آمادگی می‌بیند. درزی رمندی محمد او تحت رقم 1 به رقابت خواهد پرداخت. و اولین شده ورزشگر کشور پاکستان از 1.3 کیلومتر مسافه مسابقه عبور کرد و به سمت بالا برگشت و این هم ورزشگر درزی رمندی محمد به حرکت در میاد و صدای سرمربی او رو هم اینجا شنیدیم که میگه برو باش، یعنی برو که بروی. در هر صورت حرکت میکند درزی رمندی محمد از کشور ایران تحت رقم 1 اینجا به سبقت ها میپردازد و این هم ورزشگر کشور پاکستان هست. عزیز افنین که مسافه
1 کیلومتر رو چند لحظه پیش دیده بودیم که طی کرده است و این هم ورزشگر دیگر از کشور مغولستان هست که قرار است به حرکت در بیاد. حالا نام و فامیلش را برای ما خواهند گفت. التنگرل دواجرگال است که از کشور مغولستان در حرکت می بیاید و او تحت رقمی 7 به میدان می برد و 4مین نفری است که به سبقت آغاز کرد. مسافه مسابقه باز هم یک بار دیگر اگر تکرار شود میگوییم که 24 کیلومتر است، طولانی تر از مسافه‌ای که بانوان جوان طی کردند و قرار است که مردان جوان هم یا این جوانان کشورهای پاکستان، عراق، ایران، مغولستان این مسافه را طی کنند. و این هم ورزشگر کشور ما هست که الکی در پوشینش نوشته شده است تاجیکستان و با لباس های پرچم ملی ما آراسته شده است. ورزشگر نجیب الله رستموف است که اولین بار است در چمپیونات آسیا اشتراک میکند. امیدواریم که کشور ما را ارزنده نمایندگی خواهد کرد، با اینکه در حیات دسته های دیگر ورزشگران بسیار قوی هستند، ولی امیدواریم که این ورزشگری ما هم میتواند که از خود در این چمپیونات آسیا نشان باقی بگذارد و متحول کند. ورزش دوچرخه سواری را در کشور ما با سرعت خوب در حرکت هست. تحت رقم 19 نجیب الله رستموف که او هم الکی صاحب ایدی شناسنامه خود یا کارت ایدی خود، کارت شناسنامه خود در اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری گردید. و همینطور درباره آن ورزشگرانی که گفتیم باز هم میتونن در این سبقت برای عنوان قهرمانی تلاش کنند. همین ورزشگر کشور ازبکستان هست سلطانوف سمندر که او همچنین با تور امارات متحده عرب در سال 2022 در فرانسه تیاری دیده است و قرار است که برای ورزشگران کشور ازبکستان افتخار آفرینی کند، مثل بانوی جوانی که چند لحظه پیش برای هموطنانش توانست عنوان قهرمانی را به ارمغان آورد. خب تا کنون از 8 اشتراکچی 6 نفر در حرکت شدند و مانده است ورزشگری کشوری تایلند که اینجا به حرکت در می آید و این ورزشگر را هم حالا برای ما معرفی خواهند کرد. هر ورزشگر با فاصله 1 دقیقه از مکان در حرکت می شوند. و این ورزشگر که از کشور تایلند است تیناپات موانگدت هست، او هم تحت رقم 15 و سبقت می پردازد و این ورزشگر هم با اشتراک در چمپیونات آسیا صاحب رقم مشخصی خود در اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری که همین دیروز پرزیدنت آن لاپارتین به تاجیکستان وارد شد تا از نزدیک با جریان چمپیونات آسیا آشنا شود. همچنین مسئولان کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا نیز اینجا حضور دارند و این هم ورزشگری کشور قزاقستان است که الکی در چمپیونات جهان میان جوانان اشتراک کرده است و هنر و مهارت بسیار والایی دارد و در دوچرخه سواری دو روزه که در کشور ترکیه برگزار شده بود میان جوانان الکی زینه سیم را به خود اختصاص داده بود در مجموعی پس از 2 روزی سبقت ها. این هم واگانوف الکسی می باشد که آخرین ورزشگری بود که از خط آغاز به حرکت در میاد و تحت رقم 4 می باشد. همینطور آخرین اشتراکچی هم به حرکت در آمد و تا به مهمانخانه سرینا می رود و بر می گردد و اینجا عزیز افنان را از پاکستان می بینیم که با
کیلومترهای دیگر راه میاد. این هم ورزشگر کشور تاجیکستان هست، رستموف نجیب الله. و این هم میدان دوستی که سبقت آغاز گرده، حالا باید ورزشگران به سمت محله چارباغ در حرکت باشند. و میبینیم که الکی 12-6 کیلومتر را طی کرده است رستموف نجیب الله از تاجیکستان و به سمت کیلومترهای 4 و 5 در حرکت هست. و این هم ورزشگر کشور ایران هست از تحت رقم 1 محمد که نفر سوم بود که با سبقت پرداخت و نوارهای بسیار دیدنی از شهر دوشنبه. این هم ورزشگر کشور ازبکستان است که از او انتظار عنوان قهرمانی و ورزش بانوی که از کشور عراق بود در سبقت آغاز کرد نفر اول ولی در نهایت جای آخر را گرفت و اینجا مردان عراقی هم با هنرنمایی پرداخته ایستادند و همچنانی که میبینیم مسافه 13-4 کیلومتر را این ورزشگر عراقی عبدالله سلیمان وهبی طی نموده گذشتنی از این کیلومتر و به سمت کیلومترهای بعدی در حرکت هست. رستموف نجیب الله ورزشگر کشور ما با چایخانه بسیار راحت نزدیک می شود 13-4 کیلومتر و آخران ورزشگری که اینجا با سبقت پرداخته بود واگانوف الکسی تحت رقم 4 و این هم ورزشگری که از تایلند بود. برای ما چند لحظه نشان دادن. به هر حال میزبان چمپیونات آسیای با دوچرخه سواری شاهراه کشور تاجیکستان است. امیدواریم که نجیب الله رستموفی که اینجا از طرف تاجیکستان به هنرنمایی میپردازد نتیجه خوبی را به هر حال کسب خواهد کرد. و ورزشگر کشور عراق الکی 6-4 کیلومتر را سپری کرد. سلیمان عبدالله. این هم ورزشگر کشور قزاقستان است که کیلومتر 12-6 کیلومتر را طی کردن از میدان دوستی عبور نمود و با ادامه رقابت میپردازد. سلیمان وهبی در حرکت هست و با دانشگاه اگراری تاجیکستان نزدیک می شود اگر خطا نکنم. بله نزدیک شده است و اینجا تقریبا 6-4 کیلومتر را عبور کرده است. اولین نفری که به میانه سبقت نزدیک شده و اینجا در مسافه 6-4 کیلومتر باز ورزشگری دیگر از کشور عراق اگر خطا نکنم در حرکت هست که او هم از دانشگاه اگراری تاجیکستان عبور کرد و نوبت به ورزشگری تاجیک است که از مسافه 5-4 کیلومتر در حال عبور کردن است. باغ بسیار دیدنی و بزم لاله‌زاری که در داخل باغ احمدی دانش وجود دارد در حال عبور کردن هست. و این هم ورزشگری تاجیک با رنگ پرچم ملتمان آراسته شده است. لباسهایش که بسیار رمزی است از نزد باغ احمدی دانش 5-4 کیلومتر عبور کرد و امیدواریم که نتیجه خوبی را به بار خواهد آورد. تا جایی میدونیم از سمت میدان دوستی تا به محله چارباغ جاده کمی هم دشوارتر هست عبور کردنش، زیرا شیب بلندی را طی میکنند ورزشگران و از بالا از باغ محله چارباغ بازگشتن به سمت پایان سرعت بیشتر می شود، زیرا سراشیبی است و فرصت برای سرعت افزایی بسیار خوب. بازم به ورزشگری ما برمیگردیم. نجیب الله رستموف گفتیم اولین بار است که در چمپیونات آسیا اشتراک میکند و عموما ورزشگران تاجیک اولین بار است که در این چمپیونات حضور پیدا میکنند و این هم ورزشگری کشور
ایران هست که با باغ عینی نزدیک می شود و به کیلومتر 9 و پشت سر او در حرکت هست ورزشگری توجیک. همین نجیب الله رستموف که او هم با کیلومتر 6 مسابقه نزدیک است. و این هم دوچرخه‌رانی او از نزدیک. به هر حال امیدواریم که تواند نتیجه ارزنده به دست آورد، با اینکه میدونیم در هیئت ورزشکاران جوانی که امروز در این رقابت با همدیگر در نبرد میشن، ولی حالا حدود 6.4 کیلومتر رو عبور میکنند نجیب الله رستموف و به سمت محله چهارباغ او هم در حرکت هست. ورزشگر کشور عراق هست سلیمان وهبی. او الکی از باغ عینی هم عبور کرده و به سمت محله چهارباغ در حرکت می باشد و ما باز هم برمیگردیم به ورزشگری کشور خودمان یعنی تاجیکستان، ولی در هر صورت سلیمان وهبی رو باز دوباره برای ما نشان میدهند که با سمت محله چهارباغ یعنی نیمه تقریبا، البته نیمه نیست چون نه برعکس نیمه هست چون 12 کیلومتر تا آنجا مسافه وجود دارد. همکنون مسافه کیلومتر 9 یعنی باغ عینی را این ورزشگری که در اکران های خود میبینید سپری میکند. ورزشگری کشور ایران بود است که کیلومتر 9 رو سپری کرد، محمد درزی. ورزشگر کشور مغولستان است اگر خطا نکنم در حرکت. بله، ورزشگر کشور مغولستان است. دوا جرگال التنگرل تا نامش رو میگیریم. او الکی نیمی از سبقت رو طی میکند و او هم در نزدیکی باغ عینی است و 9 کیلومتر رو او هم به احتمال زیاد طی کرده است و این هم طبیعت زیبایی تاجیکستان است که در فصل بهار احیا می شود و مسابقه های دوچرخه سواری آسیا را نیز احیا کرده است. واقعا هم هر باز هم اگر تکرار شده یک بار دیگر بگویم که اکثری مسابقه های دوچرخه رانی جهانی، تورهای جهانی اصلا برای نمایش مکانهای دیدنی توریستی افتخارات هر کشور برگزار می شود و مسیر مسابقه را آنگونه تشکیل می کنند که مکانهای زیبا و مکانهای دیدنی را برای جلب جهانگردان، برای جلب مسابقه های دیگری سطح جهانی پیشکش می کنند. ورزشگر کشور قزاقستان بود که در حرکت بود. به هر حال نفر اول رو بیشتر برای ما نشان میدن. احتمالاً این سلیمان وهبی هست که در حرکت هست، چون بیشتر او را نشان داده است احتمالاً در صفحه پیش قرار دارد. و این هم ورزشگر کشور ایران محمد رمندی در نزدیک کارخانه سیمان تاجیکستان و او هم به نیمه مسابقه نزدیک شده است، یعنی با کیلومتر 12. و همچنانی که می‌بینیم دو ورزشگر به همدیگر بسیار نزدیک شدند، حتی هیئت‌های همراهشان نیز با همدیگر نزدیکند. ورزشگر کشور عراق است نخست و در زینه دوم یک ورزشگر دیگر در حرکت است که حالا اگر نزدیکتر بیایند ما خواهیم دید. و این ورزشگر کشور پاکستان باید باشد اگر خطا نکنم، چون شماره های آنها را نمیبینیم. به هر حال اگر از کنار دیده شود مسافه 9 کیلومتر را گذشتند از باغ عینی این دو ورزشگر هم و هموطنی ما هم اکنون اینجا در حرکت.
самандар султонов رو هم یک چند لحظه برای ما نشان دادن که میگویم یکی از داوطلبان اساسی این سبقت محسوب می شود، چون آمادگیش را در کشور فرانسه دیده است، دوره‌های آموزشی در آنجا برگزار کرده. همین ورزشکار ازبکستان و پای در پای او ورزشکار تاجیکستان اگر خطا نکنم در حرکت می باشد. البته ورزشکار تاجیکستان پیش از ورزشکار ازبکستان یک دقیقه پیشتر در حرکت بود و الکی ببینید که سمندر سلطانوف توانسته است از ورزشکار ما در همین 9 کیلومتر اول بگذرد. محمد سلیمان عبدالله هست این ورزشکار در حرکت و ببینید که به محله چارباغ نزدیک شدیم. یعنی این ورزشکار اولین شده به محله‌ای که نیمه از مسافه مسابقه را تشکیل می‌دهد نزدیک آمده است. بله، کیلومتر 12 سبقت است محله چارباغ و می‌بینیم که از عقب ورزشکاران دیگری هم با این محمد سلیمان وهبی نزدیک شدند. چند لحظه دیگر ما خواهیم دید که در گردش چارباغ باز چند ورزشکار دیگر با نفری که اول از خط نهایی از خط آغاز سبقت را شروع کرده بود نزدیک شدند. همون مارشال هایی که آماده ایستادند معنای آن را دارد که در نزدیکی باز ورزشکار دیگری هم در حرکت هست و این ورزشکار واقعا هم ورزشکار ایرانی است که در حرکت می شد. محمد درزی بسیار نزدیک آمده است با سلیمان عبدالله عراقی و کم کم ورزشکاران دیگر هم به منطقه یا محله چارباغ که محله بسیار زیبا و شکوفای تاجیکستان است نزدیک آمدند. از جمله همین ورزشکار کشوری اگر خطا نکنم مغولستان باید باشد. بله، ورزشکار کشوری مغولستان است که در حرکت هست و او هم با منطقه‌ای که میانه این سبقت را تشکیل می‌دهد نزدیک میشه. 12 کیلومتر را هم اکنون در این چرخش طی نمود و 12 کیلومتر دیگر در پیش دارد. درزی دواجرگال التنگرل با منطقه آسانتری سبقت که سراشیبی است نزدیک آمد. ورزشکار کشور پاکستان در حرکت می باشد. او هم با منطقه یا محله چارباغ نزدیک است. با اینکه نفری اول بود بینید الکی از زیادی ها عقب مانده است عزیز افنان و سرعتش هم چندان زیاد نیست. 12 کیلومتر را طی کرد این ورزشکار هم که تحت رقم 13 در حرکت می باشد و این هم ورزشکار کشور عراق است که پس از افنان عزیز برآمده بود سلیمان عبدالله، ولی او در صف پیش است. اما هنوز هم در صف پیش بودن معنای آن را ندارد که این نفر غالب می شد، ولی در پیش باز کیلومترهای بسیار زیادی هم هستند و همکنون به نظر می رسد که این ورزشکار با کیلومتر 12 نزدیک شده ایستاده است. طبیعت بسیار با صفای کشور. و این هم ورزشکاری ما رستموف نجیب‌الله از تاجیکستان که پای در پای دیگر ورزشکار در حرکت می باشد. بله، اینجا بازار کوشانیان است، از بازارهای نو و معاصر تاجیکستان که ورزشکار عراق الک از کیلومتر 15 عبور کرد دقیقاً و این هم ورزشکار کشور ازبکستان، همان نفری که گفتیم سلطانوف سمندر و از داوطلبان اساسی محسوب می شود. او هم مسافه 12 کیلومتر را در این مدت زمان یعنی تقریبا در 22 دقیقه طی نمود. معذرت میخوام، در 22 دقیقه نیست، زیرا او الکی در دقیقه
پنجم حدود 15 دقیقه یا 16 دقیقه وقت گرفتند. هموطنی ما که میزبان این مسابقات است، او هم از خط 12 کیلومتر عبور کرد. مسافه 15 کیلومتر را سلیمان عبدالله عبور میکند از پیش بازار کوشانیان و نزدیک می شود به قصر با حشمت تنیس و مجمع ورزشی آبی. ورزشکار کشور تایلند را ببینیم در حرکت هست. تیناپات ماونگدیت معلوم می شود که او هم ورزشکاری خوب هست و توانسته است که در زینه های، یعنی معمولا چنین است که بهترین ورزشکاران را آخرین سر می دهند. او در بین ورزشکارانی که آخرین سر دادند در سگانه برتر یعنی قرار دارد، در میان سلطانوف سمندر و الکسی واگانوف که او الکی اشتراکش را در چمپیونات جهان میان جوانان به ثبت رسانیده است. البته اونجا زینه 19 را به خود اختصاص داده بود در سبقت‌های عمومی، ولی در کشور ترکیه در سبقت‌های چند روزه زینه 3 را صاحب گردیده بود. و این هم ورزشکار کشور ما است که او هم از مسافه 12 کیلومتر عبور کرده است و در تلاش و کوشش است تا نتیجه خوبی را برای اولین اشتراکش در بازی‌های چمپیونات آسیا به دوچرخه سواری ثبت نماید. شهر زیبای واقعا هم دوشنبه که در وصفش از سالهای زمان شوروی هم شعرها گفتند و هنوز هم میگویند. نه فقط شرق است و خورم شد، روی تو نوربخش عالم شد. واقعا هم از سراسر عالم امروز آمدند تا اینجا با هم دیگر در سبقت باشند. ورزشکار ایرانی از ورزشکار عراقی در اینجا باز یک بار دیگر میگذرد. درزی محمد از کشور ایران هست. بسیار خوب در حرکت می باشد و بینید الکی نتیجه او از ورزشکار عراقی بهتر است، زیرا او پس از 1 دقیقه پس از ورزشکار عراقی محمد یعنی سلیمان عبدالله به حرکت یا به سبقت آغاز کرده بود. خب این ورزشگران هم به طور جدی سبقت را ادامه پیدا میکنند و بینید که شکوه بهار همه جا سرسبز و همه جا احیاگری و شکوفایی است. نمای بسیار دیدنی از ایام نوروزی تاجیکستان و این هم ورزشکار عراق است که در حرکت می باشد و الکی اگر خطا نکنم به کیلومترهای 19 نزدیک می شود. نه، معذرت میخوام، به کیلومتر 15 ورزشکار تاجیکستان است که نزدیک شده ایستاده است. بازار معاصر کوشانیان و این ورزشکاران دیگر باشد از کیلومتر 19 عبور کردند. بله، ورزشکار عراقی از نزد مجمع یا قصر با حشمت تنیس و مجمع ورزشی آبی که واقعا هم با شکوه ترین مجمع ورزشی کشور ما هست. ورزشکار کشور تاجیکستان در حرکت هست. او مسافه 15 کیلومتر را عبور کرده بود، به مسافه 19 کیلومتر نزدیک می شود. ورزشکار کشور مغولستان را باز یک بار دیگر برای ما و شما نشان میدن در این گردش حضور دارد. او هم الکی مسافه 19 کیلومتر را ورزشکار کشور مغولستان که نامش دوا جرگل آلتنگرل می باشد عبور کرده از مسافه 19 کیلومتر و دیگر ورزشکاران عراقی و ایرانی الکی به
دوباره به کیلومتر 20 نزدیک میشن، چون دانشگاه اگراری رو اگر عبور کنن الکی کیلومتر 21 میشد و آنها کمی دیگر مانده است که دوباره به خیابان رودکی، یکی از زیباترین خیابان‌های شهر دوشنبه که شهر آرزوهایش گفتیم امروز و آرزوهای دوچرخه سواران قاره آسیا را عملی میکند، نزدیک میشوند. و ببینید در دوام راه هم هیئت هایی که همراه این تیم ها، همراه این ورزشکاران آمدن برای ورزشکاران خود مشورت ها و مصلحت ها را میدهند. همچنان که می‌بینیم رقابت پرشدت میان دو ورزشکار عراقی و ایرانی صورت میگیرد، گاه یکی و گاه دیگری از همدیگر پیشی میگیرند و این هم تنها ورزشکاری ما در این سبقت، یعنی سبقت های انفرادی جوان پرتوان تاجیک نجیب الله رستموف اولین حضورش را در چمپیونات آسیا به دوچرخه‌رانی شاهراه به ثبت میرساند و امیدواریم در آینده بتواند به نتیجه های در چمپیونات دست یابد، زیرا او هنوز جوان است و خود تاریخ تاجیکستان هم از دستاوردهای در رشته دوچرخه سواری کم نیست. همینطور اولین ورزشکار از مسافه 21 کیلومتر ورزشکار ایرانی محمد درزی عبور کرد، همین نفری که حالا در اکران های خود میبینید و با قول خط راست فینیش برآمد و این هم ورزشکار کشور عراق سلیمان عبدالله نیز مسافه 21 کیلومتر را طی کرد و همگی 3 کیلومتر دیگر باقی مانده است که این دو ورزشکار با نتیجه هایی که به دست آوردند آشنا شوند. درزی محمد سومین نفری بود که از سبقت را آغاز کرده بود. نتیجهش البته خوب خواهد بود، ولی باید منتظر باشیم که نتیجه نهایی چی می شود. همچنان که می‌بینیم ورزشکار کشور قزاقستان از او در حال عبور کردن هست. دانشگاهی ابوعلی ابن سینا، دانشگاه طبی را ورزشکار ایرانی عبور میکند و به پیش می رود. همکنون اینجا 3 تا ورزشکار پایدر هم هستند، ورزشکار کشور قزاقستان، تاجیکستان و یکی دیگر اگر خطا نکنم مغولستان همزمان در حرکت هستند و این هم واگانوف مسافه 19 کیلومتر را طی میکند. ورزشکار تاجیک رستموف نجیب الله هم و همچنین ورزشکار دیگر که از کدام کشور بودنش را باز هم یک بار دیگر ببینیم، احتمالاً از تایلند باید باشد. بله، از تایلند است که او هم عبور میکنند این نفران آخر و فعلا در صفحه پیش اولین شده از خط نهایی به نظر میرسد عبور میکند ورزشکار ایرانی محمد درزی. سلیمان عبدالله با خط نهایی نزدیک میشد و این هم محمد درزی ایرانی نیز بسیار نزدیک آمدن، اگر خطا نکنم در مسافه بسیار اندکی از خط نهایی قرار دارند. این است ورزشکار پاکستان. معذرت میخوام، او از خط 21 کیلومتر عبور کرد. ما سمندر سلطانوف را دیده بودیم که چند لحظه پیش از کیلومتر 21 عبور کرد و نفری که اولین شده از خط نهایی عبور کرده بود میبینیم تقریبا آخرین نفر است به نظر میرسد که با حرکت در آمده در کیلومتر 21 و همچنان که میبینید الکی ورزشکار کشور قزاقستان نیز از کیلومتر 21 عبور میکند. واگانوف الکسی که از او نیز امیدی گرفتن مقام های افتخاری هست و همچنین ورزشکار ما هم که با کیلومتر 21 باید بسیار نزدیک شده باشد. چند لحظه دیگر او هم با خیابان رودکی برمیگردد، زیرا از میراثخوران رودکی است و در این منطقه سراشیبی حالا میتواند سرعت خود را باز هم بیشتر کند.
همینطور ورزشگر کشور عراق آمده به خط نهایی میرسد و در آخر هم یک سرعت افزایی میکند سلیمان عبدالله. گفتیم با ورزشگر ایرانی بسیار پیشگذرک به قول مردم محلیمان داشتند و این هم ورزشگر دیگری آمده از خط نهایی عبور میکند که این ورزشگر هم از کشور مغولستان است، التنگرل دورجل. ورزشگر کشور مغولستان هم سبقت را به انجام رسانید، 22 کیلومتر را طی کردند و هموطنی ما هم اکنون در نزدیکی دانشکده طبی به نام ابوعلی ابن سینا است و میرازخور سینا هم هست، اما امروز روز طب نیست، روز استقامت و استواری و دوچرخه‌رانی است. در رشته دوچرخه سواری همین هوا و باد و هوا هم تاثیرگذار هستند. ورزشگر کشور ازبکستان که گفتیم از داوطلبان اساسی محسوب میشد، سلطانوف سمندر در حرکت هست و این هم سلطانوف سمندر با خط نهایی نزدیک می شود و مدت زمان او را هم اینجا احتمالاً می شود حساب کرد که حدود 30 دقیقه بیشتر هست. 24 کیلومتر را طی کردند. سلطانوف سمندر از خط نهایی عبور می کند. خب خودش زمان سنجی هم دارد، برای خودش اینجا یک بار دیگر به ثبت می رساند که کی گذشت و بیاد ببینیم که نجیب الله رستموف از کشور میزبان چمپیونات آسیا کی از خط نهایی عبور خواهد کرد. ورزشگر کشور پاکستان با خط نهایی نزدیک می شود و ورزشگر کشور قزاقستان هم عزیز افنان هم از خط مره عبور کرد. سرعتش چندان زیاد نبود ولی کشور قزاقستان را بینید که واگانوف الکسی چگونه با سرعت از خط نهایی عبور میکند. میداند که هر یک ثانیه میتواند تقدیر این سبقت انفرادی جوانان به مسافه 22 کیلومتر را رقم زند. مانگدد تنپات از تایلند هم از خط نهایی عبور کرد، تحت رقم 15 بود و مانده است ورزشگر تاجیکستان هم از این خط عبور کند. در باغ رودکی، روبروی باغ رودکی هستیم. چند لحظه دیگر به خط نهایی و به میدان دوستی تاجیکستان که گفتیم پیام دوستی را به قاره آسیا در چمپیونات آسیا میرساند نزدیک است و سرعت افزایی هم میکند. کاری کاملا درست و شایسته. به هر حال تلاشش را کرد و این هم کفکوبی مخلصان تاجیک و نجیب الله رستموف هم مسافه 22 کیلومتر را با سر بلند طی کرد، حتی اگر جایزه را هم به دست نآورده باشد. چند لحظه دیگر دوچرخه‌رانی میکنند تا وضعیتی بدن دوباره مطابق شود. و اینجا وطن ماست و وطن دلجمعی آزادی ماست، وطن خوشبختی و آبادی ماست و امروز خوشبختیم که همین آبادی ها و صلح و امان باعث گردیده است که قاره آسیا در میدان دوستی شهر دوشنبه پایتخت کشورمان جمع آیند و رقابت نمایند و پیام صلح و دوستی و امانی را به کشورهای خود ببرند. غیر از این همچنان که گفتیم شهر دوشنبه که شهر آرزوهاست، آرزوهای بعضی از دوچرخه سواران نیز عملی خواهد گردید. همینطور این سبقت هم به انجام میرسد و منتظر میشیم که نتیجه های به دست آورده ورزشگران چی خواهد بود تا داوران جمع بست میکنند. دور نروید زیرا مراسم جایزه سپاری هم هنوز در پیش می باشد.
بینندگان عزیز و گرامی، دومین مراسم رسمی جایزه سپری چمپیونات آسیا آید به دوچرخه روانی یا دوچرخه رانی شاهراه‌ها در شهر دوشنبه است که امروز ما و شما شاهد می‌گردیم و همکنون پس از اینکه جایزه داران بخش بانوان جوان را در سبقت‌های انفرادی در این میدان دیدیم، همکنون فرصت رسید که بهترین ها یا بهترین جوانان مرد از سبقت‌های انفرادی را باز هم با همدیگر ببینیم. در مراسم جایزه سپاری امروز رئیس فدراسیون دوچرخه رانی تاجیکستان و اسامه الشفر، مسئول یا رئیس فدراسیون کنفدراسیون دوچرخه رانی آسیا جایزه ها را به جایزه داران می سپارند. التنگرل از مغولستان است که زینه سیم را به خود اختصاص داده است. او مسافه 24 کیلومتر را در 32 دقیقه و 287 تا ثانیه طی نمود و اسامه الشفر برای او مدال برنجی و گلدسته که نوید از بهار شکوفان شهر دوشنبه و عمان تاجیکستان را دارد به این ورزشکار کشور مغولستان تقدیم میکند. و زینه دوم افتخاری را آزادخان دولتشویف رئیس فدراسیون دوچرخه رانی تاجیکستان با ورزشکاری ایرانی محمد درزی رمندی از کشور ایران تقدیم میکند که او مسافه 24 کیلومتر را در 31 دقیقه و 59 و 304 تا ثانیه طی نموده است و همکنون غالب این سبقت و قهرمان آسیا آید به دوچرخه رانی شاهراها الکسی واگانوف هست که واقعا هم بسیار خوب دوچرخه رانی کرد و از دیگر ورزشکاران با مسافه بیشتر این مسافه 24 کیلومتر را طی نمود. او توانست که در 31 دقیقه و 14 و از 1415 ثانیه مسافه 24 کیلومتر را طی نماید و باید قید نماییم که این ورزشکار الکی عنوان یا پیروزی در چند سال قبل در مسابقه دوچرخه رانی چند روزه ترکیه داشت و اشتراکچی چمپیونات جهان آید به دوچرخه رانی شاهراه در کشور بلژیک است. البته آن زمان هم در میان جوانان و زینه 19 را کسب کرد و امروز قهرمان آسیا است در دوچرخه رانی شاهراه سرود ملی قزاقستان با افتخاری الکسی واگانوف.
واقعا هم مبارکش باشد الکسی واگانوف را دسته منتخب قزاقستان که از پرقوترین دسته هایی هست که در چمپیونات آسیا و دوچرخه‌رانی شاهراه‌ها در شهر دوشنبه حضور دارد. بسیار هیئت پررو و کامل را اینجا آوردند و باید قید نمایم که شاید در آسیای مرکزی قوی ترین دسته دوچرخه‌رانی هم همین مربوط به قزاقستان باید باشد، زیرا آنها اشتراکچی تقریبا همیشگی چمپیونات های جهان، چمپیونات های آسیا و عموما تورهای سطحی جهانی از جمله تور دی فرانس و ولت اسپانیا هستند که همیشه اشتراک میکنند و دستاوردهایشان هم بد نیست.